یه سوال ساده، ولی یه سوال که خیلی چیزا رو تغییر میده. چرا بیشتر آدم‌ها هیچ وقت به رویاهاشون نمیرسن؟ چرا حرف از تغییر میزنن اما هیچ وقت پا توی مسیرش نمیذارن؟ چرا این همه انگیزه لحظه‌ای هست اما این همه ناامیدی طولانی؟ جوابش تو یک کلمه خلاصه میشه: دیسیپلین. نه انگیزه، نه استعداد، نه شانس. فقط و فقط دیسیپلین. طبق تحقیقات دانشگاه MIT، رفتارهای ما با تکرار در گره‌های پایه‌ای مغز ساخته میشن، جایی که تبدیل به عادت میشن. تو کتاب عادتهای اتمی از جیمز کلیر میخونیم موفقیت نتیجه کارهای کوچیکیه که هر روز بدون هیاهو تکرار میشن. دیسیپلین یعنی کاری رو انجام بدی حتی وقتی حسش نیست. یعنی وفاداری به تصمیم، نه به حال و هوا. دیوید گاگینز کودکی پر از فقر، آزار و شکست‌های پشت سر هم. ولی یه روز تصمیم گرفت خودش رو از تو آتیش بیرون بکشه. هر روز بدون انگیزه، بدون تحسین، فقط با دیسیپلین خودش رو ساخت. گفت وقتی ذهنت میگه بسه، اون لحظه تازه وقت جنگیدن شروع میشه. نه با فریاد، با سکوت انجام دادن. انگیزه یه هیجان گذراست، یه لحظه بالاست ولی سریع محو میشه. اما دیسیپلین مثل ستون فقراته. هر وقت خسته شدی، هر وقت دل سرد شدی، همون ستون نگهت میداره. چارلز داهیگ تو کتاب قدرت عادت میگه عادتها راه مغز برای ذخیره انرژیه و تغییر عادت نیازمند انتخاب آگاهانه مکرره. از فردا یه تصمیم بگیر. یه کاری که میدونی برات سخته ولی مهمه. ورزش، نوشتن، مطالعه، مدیتیشن، مهم نیست چی. فقط 5 دقیقه. حتی اگر سخت بود. حتی اگر حوصله نداشتی. هر بار که این کار کوچیکو انجام بدی، داری یه تیکه دیگه به ستون دیسیپلینت اضافه میکنی. امروز یه تصمیم گرفتی قوی تر باشی. اگه آماده ای ستون دیسیپلینت رو بسازی، اینجا با هم بمون. این تازه اول راهه.